خلبان گیرمانده امریکایی را با موفقیت نجات دادیم و تا چند ساعت دیگر جهنم را در ایران رقم میزنیم. ترامپ در حال این موردها را بیان کرده که جمهوری اسلامی میگوید نزدیک به 10 جنگنده ایالات متحده را منهدم کرده است و واشنگتن در عملیات برای نجات خلبانش ناکام بوده است. عباس عراقچی گفته عزم ایران برای ادامه دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی با تمام ظرفیت‌های راسخ پابرجاست و سیا چگونگی عملیات نجات خلبان زخم برداشته امریکایی را همگانی کرد. سلام بینندگان یک در سراسر جهان، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاشقوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم‌ها را بحث میگیرم با دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل که از لندن با ما پیوستند. آقای فاطمی ممنون که فرصت دادین. تلاش‌ها برای نجات خلبان زخم برداشته آمریکایی در ایران و رد این مورد از طرف سپاه پاسداران، فکر میکنین معادله جنگ را به گونه واضح نکرده و تغییر نداده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما آقای شکومان و بیننده های سرویس خبری شما. خب با یک عمل معادله جنگ تغییر نمیخوره. چرا که این کل نیست و آنقدر بسیار مهم هم نیست. یک جزء از جنگ است و در جنگ با شما معلوم است که اونا با این آماده هستن، ذهنن که تیارا میخوره، مفته، مشکنه، از بین میره، افراد گرفتار میشه. دیروز ما شما دیدیم که اردوینه و خبرهای متضاد آمد. ایران گفت که ما یک پیلوت گرفتیم و یک پیلوت در حالت فرار است. برای ایران مهمی بود که میگفتن که دی 2 پیلوت است، یک پیلوت امریکایی است، یکی هم اسرائیلی است. بعدن خبرها آمد که امریکایی‌ها 2 راه در پیش گرفته بودن، یا باید امو پیلوتی که در حالت فرار است او را باید پیدا کنن و هرچی زودتر او را به دست بیارن و بگیرن، و اگر به دست آوردن نمیتونن اون ساحات باید بمبارد کنن تا او دمونجا کشته شوه و زنده به دست ایران نفته. در اون زمانی که طیاره آپاچی آمد، هلیکوپترهای آپاچی آمد که عملیات پایین انجام بده تا جنگلات و جاها را ببینه و از حرارت معلوم کنه کدام اگر یک زندجان در جنگل در حرکت می باشه، اونا او را سنسر میکنن، میبینن که اینجا از حرارت درجه بدن او را پیدا میکنن، با او را میوردارن. در مو وقت بود که می آپاچی ها را زدن و انداختن، یعنی یک عملیات امریکایی را در اون منطقه ناکام کردن. اما بعد ندای امریکا آمد که ما یک تن از پیلوتای خود نجات دادیم و یک پیلوت دیگر ما در تلاش هستیم. معنیش بود که پیلوت را که ایران میگفت که ما گرفتیم، او را امریکا میگفت که او را ما نجات دادیم، و پیلوت را که ایران میگفت که اینا در تلاش هستن و گم است و قیمت برایش گذاشتن، او را امریکا هم گفت که هنوز به دست نامده. یعنی امریکا طوری نشان داد که پیلوت ما را ایران نگرفته. اما ما شما دیدیم که سخنگوی سپاه خاتم الانبیا آمد و در صحبتهای خود گفت که ما پیلوت امریکایی را داریم و این در بدل 10,000 بندی های مردم مظلوم فلسطین تبادله خواهیم کرد. اگر امریکا حاضر است که پیلوت خود بگیره، 10,000 زندانیای فلسطین باید رها کنه. یعنی اگر خبر واقعا درست و تصدیق شدگی باشه، در او صورت یعنی یک کار را ایران میکنه که هم دل جهان اسلام به دست میاره به این کار خود و هم دشمن زبون میکنه، و به مقابل 1 نفر 10,000 نفر رها کردن هم یک قدم نهایت بزرگ و خوب است که انجام شود. و در مقابل پیلوت خود امریکایی شاید این کار کنن، چرا که به اونا بیازم اسرائیل قانون ساخته که او مردم مظلوم شاید همگیش اعدام و شهید کنه. اگر ایران اینطور اقدامات کنه که در هر نفر اسیر بگیرن و در مقابلش این نفر رها کنن، یک قدم احسن بوده و در محبوبیت ایران در جهان اسلام بیشتر خواهد کرد. حالا فکر میکنین نظر به روایت های میدانی، ترامپ میگوید که ما این خلبان را زخمی نجات دادیم. سپاه پاسداران گفت که عملیات نجات خلبان زخمی آمریکایی از جنگنده F-15E در واقع شکست خورده و این ترامپ است که دروغ میگوید. نقل قول مستقیم از آقای ذوالفقاری کرده. فکر میکنین با توجه به وضعیت جاری واقعیت عینی چی میتونه باشه؟ آیا واقعا این خلبان دست آمریکایی ها است یا دست ایرانی ها؟ این گفته نمیتونیم شما، چرا که دو طرف دعوا داره. ایران اگر فرضاً خلبان نمی داشت، اداره نمیکرد که خلبان تانه بگیرن 10,000 نفر رها کنه. و اون طرف ترامپ هم این اداره کرده، پس چه باید نتیجه بگیریم؟ و نه، یک گپ دیگر باید اضافه کنیم. فکر میکنم که
ما شما صحبت در مورد F-35 میکنیم که قبل از 8 طیاره که دیروز افتیده این مسئله جدا است و او طیاره جدا بوده. او طیاره F-35 که افتاد و 2 خلبان از او افتاد، یکیش که ایران گفت ما گرفتیم و یکیش در حالت فرار است. این یک موضوع را باید در نظر بگیرید. این F-15 ایه که اکنون در مورد خلبانش صحبت میشه چی؟ بله عالی میگم. من اینو میگم این 2 خبر یک جای که میشه خبر اصلا سردرگم میسازه. بله. او 2 خلبانی که از F-35 بوده او مسئله جدا است. اینا که آمدن که اینا را نجات بدن، طیاره آپاچی که آمده که افتیده و نجات دادن نتانستن، این خبر در جای خود درست است. امریکا نجات دادن نتانسته. در همین زمان طیاره F-15 از اینا هم انداخته شده. از او همچنان یک پیلوت اجکت کرده و او در حالت در سردرگم است. اینا از این معلوم میشه که سردرگم 2 نفر است. ممکن یکی به دست امریکایی ها بفته، یکی به دست ایرانی ها بفته. در او صورت ایرانی ها 2 زندانی خواهد داشت، اسیر خواهد داشت و امریکا 1 نفر نجات خواهد داد. اونا هم خبرشان درست خواهد بود که ما 1 نفر نجات دادیم، گپ از اینا هم درست خواهد بود که ما اسیر داریم. و این رقم یک سناریویی است که 2 خبر در پی، یعنی امروز روز 3 است. دیروز یک واقعه صورت گرفته که 8 فروند افتاده، یک روز قبل 1 فروند افتاده که یک F-35 بوده و در اونجا خلبان اجکت کرده، در اینجا خلبان اجکت کرده. بنانی 2 خبر اگر یک جای کنین باز تعداد پیلوتام زیاد میشه و تعداد گمشدگی 2 دانه است. نفر به دست داشته 1 نفر است که ایران میگه به دستم است. و ایران ادعایش داره که من دارم، بیا بیگی نفر ما رها کو. بنان از این معلوم میشه که ایران نفر در دست داره و امریکایی‌ها تا بال موفق نشدن که او چیز زنده پس پیدا کنن و پیلوتایی که اردوش گم است. از این بابت اونا حالا میگن گوساها را بمبارد کردن میرن، چرا که طیاره آپاچی را که زدن، طیاره آپاچی پایین میامد اینا را میپالید. حالا طیاره دیگه پایین نمیاد، طیاره دیگه که میاد بالا میره. اونا چی میکنن؟ بمبارد میکنن که پیلوتایی که در حالت فرار است که اونا کشته شون به دست ایران نفتن تا که ایران از اینا معلومات سری دیگر را به دست نآورده نتونه و برای تبادله و بارگنینگ چپ بارگنینگ بزرگتر در دستشان نباشه. تشکر. حالا این مورد که خلبان F-35 خیلی هم خبرساز نشد از طرفها، به هر حالش این عملیات به خاطر خلبان F-15 شد. طرف آمریکایی گویا به گونه تاییدش نکرد از F-35 را و صحبت خیلی در موردش نشد. به هر حالش حالا فکر میکنین چه زمانی خواهد باشه که دست داشته هایشان رخ بکنن آمریکایی ها و ایرانی ها؟ این طرف ایرانی ها یک خلبان را به رخ بکشن که این خلبانتان دست ما هست، اون طرف آمریکایی ها خلبان نجات یافته ای که به قول خودشان زخمی هست و قول ترامپ را به رخ بکنن و در واقع میدان معادله و میدان معامله در واقع شکل بگیرن. خب در میدیای ما شما در افغانستان یک عکسی از خلبانی که در حالت تحقیق است ایرانی ها نشر کردن. حتما به دست شما رسیده باشه، به دست من رسیده کتمه است که در او خلبان نشسته، چشماش بستگی است، خلبان امریکایی و 4-5 نفر ایرانی ها در حالت تحقیق و صحبت هستند. این حالت چیز کردن. آمریکایی اصلا تاییدش نکردن. خبر دیگه در مورد F-35 خواهد بیشتر از 10 منابع ما او را شنیدم. حتی عکس‌ها و پارچه های F-35 نشان دادن و گفتن که پارچه های F-35 ایران جمع کرده و چینایی ها تقاضا دارن که او پارچه هایی که بقایای F-35 است او را باید به چینایی ها سپرده شود تا اونا تحقیق کنن در مورد طیاره F-35، چرا که J-35 چینایی که با اونا میگن برتر و بالاتر از F-35 است، با وجود از اون اونا میخوان که رو بیشتر ارتقا بتن اگه F-35 خوب تحقیق کنن. دیگه این موضوع به کلی از چندین منابع تایید شدگی است که F-35 افتاده، حتی نمرهش نشان میتن، پارچه هایش نشان میتن. در یک منابع نه، بیشتر از 10 منابع من دیدم. بحث خلبانش مطرح است. آقای فاطمی بحث خلبانش مطرح است. به هر حالش حالا فکر میکنین با توجه به وضعیت جاری میدان جنگ که جریان داره، این طرف اون جهنمی که ترامپ از صحبت میکنه، ایرانی ها میگویند که ما همچنان بر دفاع از تمامیت ارضی ما متحد هستیم، آینده جنگ به کجا میره؟ ببینن طوری که معلوم میشه آخر فروکش میکنه امریکا. امریکا با این جنگ بزرگ فکر نکنم، چرا که یکی نشد، 2 تا نشد، بیشتر از 10 نفر
و ترامپ واضح گفتن که جنگ ما نیست، جنگ اسرائیل است. تو دی جنگ خود برد امریکا است، در حالت شکست و سقوط است. بنان پای تعذیب بکش، به هر قیمتی که میتونی پای تعذیب بکش، ولو که اون مردم برطرف کرده، اما صحبت‌های از اون مردم در دماغ دونالد ترامپ جای گرفته. چرا اونا مسئولیت خود ادا کردن به قیمت وظایف خود و اونا برش گفتن که جنگ ما برنده نیستیم. و این گپا را با وجود که دونالد ترامپ شک کرده، اونا را دور کرده، نفرای دیگر را مقرر خواهد کرد، اما در حقیقت او پی برده که واقعا میجنگه. و دیگه ایست که ایران در مقابل حال تسلیحات دیگه بیشتر و قویتر را به دست آورده. میگن در حدود 500 میزایل قاره‌پیمایی که به انتقال بم اتم میکنه. و این صحبت هم کسی کرد دیروز که در یک تلویزیونای بین‌المللی که آقای حسین باقر حسین محمدی از استاد اکادمی علامه اقبال تهرانی صحبت کرد، از کسی عادیام نبود، من خودم شنیدم. او گفت که 500 میزایل قاره‌پیما از کره شمالی و از روسیه و جای آمده که ما به ذریعه دو حتی آمریکا را زده میتونیم. گفت که این میزایل است که در 3 مرحله به هدف خود میرسه. قوی ترین بم اتم برده میتونه، چندین بم اتم در یک کلاگک با خود می داشته باشه که بیشتر از 5 تا می باشه و این 5 هدف مختلف هم میزنه. تا این عدد به کلی تشریح داد به این میزایلا و گفت که میزایلا به طور به ایران رسانده شد که حتی هیچ کس از این اطلاع پیدا کردن نتانست. وقتی که آخرین محموله اطلاع شد، گفت بعد از اون کره شمالی اعلان کرد که ما کمکی را که به ایران میخواستیم او را به پابرجا کردیم و رساندیم و ایران حالی و توانایی را داره که از خود به تمام قوت خود حتی در امریکا دفاع کنه. اگه اونا ای را که خبر دادن و ایرانی خبر تایید میکنه، از این معلوم میشه که امریکایا و کلگی خبر دارن که ایران کدام و همچنان اسلحه قوی امانند از روسیه هم به دست آوردن و میزایلای را که تیارا و اینا را میزنه، تیاره شکنه، تیاره میزایل جدید از چنایا به دست آوردن. بنان نه تنها که ایران داره پایستادگی میکنه و مقاومت میکنه، بلکه تمویل تسلیحاتی هم میکنه و روز به روز قوت خود اضافه میکنه و ایران، امریکا و اسرائیل او توانایی را ندارن. تحلیلاتی که جدید از جهان غرب میایه، اونا میگن که امریکا او توانایی را نداره که با او اندازه اسلحه‌ای که نیاز داره او را تولید کنه و به این جنگ ادامه بده. از این بابت من به این نتیجه رسیدم میتونم که جنگ نهایتا 2 الی 3 هفته دیگه به همین منوال خواهد بود. بالاخره با میز مذاکره امریکا مجبور میشه که و او در صورت میز مذاکره صورت میگیره که 2 خواسته ایران باید پوره شود. یکی تضمین کننده چین یا روسیه در اونجا باید باشه که در وقت صحبت که حمله صورت نگیره دوباره، و دیگه ایست که امریکا شرایط ایران رو بپذیره و گلم خود از جمع کرده و بره. بسیار سپاسگزار. کوتاه در عرض 30 ثانیه، فرصت ما بسیار محدود است، از این بیان آخرتان آقای فاطمی اگر بگوین آیا واقعا ای آمریکایی ها حاضر هستند اون تضمین را به طرف ایرانی بتن که بار دیگر البته به تضمین روسیه و چین که به ایران حمله نمیکنن، یک مورد، و مورد دیگر که از کشورهای منطقه خارج شوند، چقدر احتمال داره که این مورد را بپذیرن آمریکایی ها؟ کوتاه لطفا. از صحبت‌های دونالد ترامپ معلوم میشه که تصمیم نهایی خود در ذهن خود گرفته که کشورهای عربیان به دردش نمیخوره، ناتو همچنان همکاری نکرد و باید یک قدم به عقب برداره، دوباره به قوت و استحکام خود متوجه شود. وضع اقتصادی خود باید دوباره جور کنه، تولیدات خود باید کافی بسازه که اگه با یک جنگ بزرگتری روبروی میشه، فرض کنین جنگ ایران ختم شود و جنگ تایوان شروع شود، آیا امریکا توانایی داره که بیاد در مقابل چین در جنگ تایوان حساب بگیره؟ هرگز نداره. بعد از جنگ ایرانی توانایی را از دست داده. با اگه میخوای که تایوان و جای مسائل اوکراین و اینا رو نگاه کنه، باید یک قدم به عقب برداره، دوباره قوت نظامی خود به پابرجا بسازه و در این مقطع زمانی با شکست خود بپذیره و به عقب بره. دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل، ممنون حضورتان در برنامه خبری تحلیلی امشب ما از لندن. و ادامه خبرها. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، میگوید که از آغاز حمله های پاکستان بر افغانستان از 22 فوریه تا 4 اپریل سال جاری میلادی 761 تن شهید و 226 تن دیگر زخمی شده اند.
به گفته آقای فطرت این حمله ها در ولایت های کابل، قندهار، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، لغمان و نورستان انجام شده است. این در حالی است که دو طرف تایید کردند که هیئت هایشان برای گفتگو به چین رفته‌اند. در این گزارش با توجه به گزارش‌های نشر شده و روایت‌های میدانی، رژیم نظامی پاکستان در بیشتر حمله‌هایش بر خاک افغانستان فردهای ملکی و مکان‌های غیر نظامی را هدف قرار داده است. امارت اسلامی به تازگی آمار تلفات غیر نظامیان در حمله‌های تجاوزگرانه پاکستان را به نشر رسانده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که از 22 فوریه تا 4 اپریل 761 غیر نظامی شهید و 626 نفر در حمله‌های رژیم نظامی پاکستان به افغانستان زخمی شدند. به گفته آقای فطرت در این مدت 27407 خانواده همچنان آواره شدند. معاون سخنگوی امارت اسلامی تصریح کرده که پاکستان در نزدیک به 1.5 ماه گذشته کابل، خوست، کنر، لغمان، نورستان، پکتیکا، پکتیا، قندهار و ننگرهار را بمباران کرده و در مجموع 14973 شلیک به خاک افغانستان انجام داده است. اثر عملیات‌های نظامی و تجاوزکارانه پاکستان بر قلمرو افغانستان در یک ماه اخیر صدها تن از هموطنان ما شهید و زخمی شده و بعدها آزادانه مجبور به ترک خانه‌های شدند که این اقدامات نظامیگرای پاکستان برخلاف تمام اصول کنونسی و قانون ملی باشد. امیدوار هستیم که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای منطقه و کشورهایی که در خاطر حل مسئله افغانستان میانجیگری میکنند بتوانند برای نظامیگران پاکستان فشار بیاورند تا سیاست‌های خود در خبر افغانستان تغییر بدهند. اگر امروز سازمان ملل متحد بنا به پروژه که پاکستان داره و امریکا برش داده اطلاع نداره، در آینده ها افغانستان میتونه مطابق از ادعای حقوقی را مطرح کنن و هم خسارات خود بگیره و هم مرتکبین از را به ارگانهای بین‌المللی قضایی بکشانند. حمله های تجاوزگرانه پاکستان بر خاک افغانستان تا کنون نیز به گونه وقفه‌ای در برخی ولایت های کشور ادامه دارد. شلیک های توپخانه پاکستان همزمان با برگزاری دور جدید گفتگوهای صلح میان دو کشور به میزبانی چین انجام می شود. امارت اسلامی می گوید که هیئت افغانستان برای کاهش تنش‌ها و به نیت نیک در مذاکرات در چین اشتراک کرده است. امیرخان متقی، وزیر امور خارجه امارت اسلامی، در نشست مشورتی افغانستان با کشورهای آسیای میانه تصریح کرده که کابل خواهان حل مسائل از راه گفتگو است، اما در مقابل حق پاسخ به هر گونه تجاوز را برای خود محفوظ می دارد. حکومت افغانستان با صداقت و رویکرد راه حل محور در مذاکرات با پاکستان که هم اکنون به ابتکار جمهوری خلق چین در شهر اورمچی در جریان است اشتراک نموده است. موضوع ما در این خصوص بسیار روشن است. امارت اسلامی افغانستان همواره در پی حل مسائل از طریق تفاهم، گفتگو و روابط مبتنی بر احترام و درک متقابل بوده است. با این حال حق دفاع از تمامیت ارضی و مردم خویش را محفوظ می دارد. گفتنی است که حمله های رژیم نظامی پاکستان بر خاک افغانستان با موجی از انتقادهای جهانی و حتی انتقادهای تند داخلی در خود پاکستان نیز روبرو شده است. حزب‌ها و سیاسیون پیشین پاکستان رویکرد پسینان کشور در افغانستان را نقد کردند و در آخرین مورد رهبر پیشین جماعت اسلامی پاکستان خواهان تغییر در سیاست کشورش و حل مسائل از راه دیپلماسی شد. ادامه خبرها پس از رفت برگشت کوتاه. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموع خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.